گریه میکرد میگو ویلی و ویلی اومی و این لم یرحمنی ربی. اگر این عمر اگر تو در رحمتت نگیری کی عمر در رحمتش میگیری الله؟ که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در شب معراج گفت رأیت قصرا او دارا، یک خانه دیدم یا یک قصر دیدم. گفتم لمن هذا القصر، این خانه برای کی؟ گفته شد قال لعمر بن خطاب، برای عمر بن خطاب. و عرت و پیغمبر اکرم میگه قصد کردم که داخلشم و ذکرت و غیرتک یا عمر، غیرتی تو پیش روم آمد فابیت ایمان نمیدم داخل قصر نشیدم، غیرتی تو عمر پیش روم آمد. حضرت عمر پیغمبر کشید به سوی خودش گریه کرد و علیک لا یغار، گفت به همه غیرت کنم به تو غیرت کرده نمیتونم. شخصانی که در شهر مسکو هستند می توانند حجامه بگیرند. حجامه برای تمام دردان شفا است، الخصوص سحر و جادو، حسد، چشم، بیماری های قلبی، پرخوابی، بخوابی، بی اشتهایی، درد معده و دیگر دردهایی که جسم شما را اذیت می دهد. می توانید در رقم های روی اکران بوده زنگ زنید و حجامه بگیرید و خود را از درد و رنج با اذن خدا رهایی بخشید. به همه غیرت کنم به تو غیرت کردن نمیتونم یا رسول الله گفت. پیغمبر اکرم حضرت عمر با غیرت بودن. یعنی چی؟ غیرت حضرت عمر رضی الله عنه پیغمبر در شب معراج میگه بیادم غیرتی تو اومد عمر وارد همه حولین تو یا همه قصر تو نشیدم. بنامش در جنت حولین یا قصر یا خانه میگه دیدم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفت بدرام غیرتی تو پیش روم آمد. حضرت عمر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفت غیرتی تو عمر پیش روم آمد، رو گرداندم از قصر وارد قصر نشیدم. نگاه کنید پیغمبر در شب معراج بنامش یعنی قصر یا حولین میبیند. با چی میگه؟ حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم بشارتش میده که عمر را فی الجنه، عمر در جنت ای. با وجود هم خیلی گریه میکنه لحظه های رفتنش که حضرت عبدالله میگه هرگز فراموشش نمیکنم. گریه میکرد حتی خست همه برداشت میگو کاش همین خست عمر باشی تو که از عذاب الله در روز قیامت نجات بیافتی تو. که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن حدیثی بعد من اگر پیغمبر شدن اجازت میشده عمر بعد من تو پیغمبر میشدی. با وجود همه با چی؟ گریان از دنیا میرود. ولی ما 2 رکعت نماز میخوانیم یک کاری خند به همون خطی مغروریم دیگه. آنها چی؟ همه عملها را انجام دادگی بدن لیکن قلبهاشون دایم به لرزه بود. الذین یؤتون ما اتوا و قلوبهم وجله. خدا میگه کسانی هستند که همه عملها را انجام دادگی لیکن قلبهاشون میلرزه. انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. مؤمنای حقیقی به یاد الله که میافتند گریان میشود. حضرت عمر را نگاه میکنیم لحظه های رفتنش گریه میکنه. برای خدا میگه که کسانی که همه عملها را انجام دادن با وجود همه قلبهاشون لرزانند. حضرت عایشه مادر ما پرسید یا رسول الله آیت برای کسانی هستند که به نماز میخوانند روزه میگیرند یگان کمبودی دارند؟ گفت نه بنت صدیق گفت اینا کسانی نماز میخوانند، اینا کسانی هستند در تابستان گرمی روزه میگیرند، همه عملها حج میروند، همه عملها را انجام میکنند، دائم در قلبشون لرزه که آیا از ما خدا پذیرفتش یا نه پذیرفته نماز ما. اگر عربا را ببینید اللهم تقبل منا میگه ای ما و شما و منکم از شما میگه از ما و شما نه اعمال ما را قبول کنه. همین عربا همین خصلتی خوب دارن نماز میخوانن اللهم تقبل منا میگه ای ما و شما قبولش کن. ما وظیفه‌مون رو انجام دادیم لیکن خدا قبولش کنه. عملمون در رومون نزنه، عملهامون در رومون نزنه. امروز قیامت 3 طایفه میگه هستن که اینا را چی؟ 3 طایفه هستن. میگه 3 طایفه هستن که بر روحاشون به سوی جهنم میکشنشون. یکمش میگه چی ای؟ همون شهید ای. در دنیا شهید شده هدفش من خدا نبود، هدفش مردم نشان دادن مردم بود. خداوند میگفته که سین پروردگار خداوند میگفته نیم شهادت برای چی شهید شدی؟
میگفت لیواشیلا از جهت ریزاگی تی الله خدا میگفت که کذب تو درو میگوی تو با آن خاطر شهید شدی که بگنت که همین جهاد کردی بگنت خوب با غیرت بود گفت هنوز همین را برویش به سوی جهنم بکشه یا روز قیامت میگه عالی میره فریادش میکنه خدا برای چی تعلیم گرفتی میگه آخه برای خدمت دینت خدا میگه دروغ میگوی تو دینت تعلیم گرفتی بگن خوب عالمه گفتن در دنیا اینم به سوی جان سیمش میگه مردی سکیه در دنیا مردم نام داده هدفش رضای الله نبود انما نطعمکم لوجه الله نبود به خاطر رضای خدا باید ما تامتیم ده انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من یوما عبوسا قمطريرا انسان تمام که بتیا همه مانند این برادرمون حاجی به خاطر رضای الله مردم تامتیم برای چی پیغمبر خدا اولین باره که مدینه وارد شدن عبدالله ابن سلام یکی از عالمان یهود میگه همین حدیث عبدالله ابن سلام اولین پیامی که پیغمبر به مردم مدینه پیام داد پیام پیغمبر همین بود چی بود؟ افشوا السلام گفت افشوا السلام در مابین سلام بسیار کنین افشوا السلام بینکم تحابوا گفت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفت سلام در مابین بسیار کنین محبت زاید می شود با پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم چی گفتن؟ اطعموا الطعام قدرت داشته باشین مردم طعام بدید برای پیغمبر خدا گفتن من خیر المسلم عبدالله ابن عمر میگه که پرسیدم من خیر المسلم گفت تطعموا الطعام مردم طعام بدید بهترین انسان کیه مردم طعام بدید و تقرأ السلام من عرفت ولم تعرف گفت مرد که سلامش میته میشناسه نمیشناسه السلام علیکم میگه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم صحابه میگن یگان بار ما پیش از پیغمبر سلام دادن نتونستیم دائم پیش از ما سلام میداد این سلام دادن یعنی تواضع انسان است که در السلام علیکم میگه اگر این شیطان نمیماند میگه کیه بنده چیه ما این آدم در نظر نمیگیریم شاید ناله شب داشته باشه شاید ناله شب داشته باشه در لباس نمیشناسیمش در منصب نمیشناسیمش نیک او در نزد خدا مقام و منزلت داره یک آدم که باور کرد نمیدانیمش که کی یک آدم برای پیغمبر تقوا اونا گفت 3 بار اشارت کرد که تقوا در چه در قلب ما بود در قلب با پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم عبدالله ابن سلام میگه که گفت چی وصلوا باللیل وصلوا باللیل در شب نماز بخونید و ناس و نیام و مردم خوابن مردم بسیار خوابن شما بخیزین اقلا 2 رکعت نماز بخونید 2 رکعت نماز بخونید به خاطر خدا تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقناهم ينفقون میگه خدا چه خدا میگه که جنبهاشون جایگاه گرچون کفتاشون جایگاه گرچون بدر میکنه یدعون ربهم خوفا یدعون ربهم یعبدون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقناهم ينفقون خدا میگه از اون چی که با روز خروزیشون دادم بندگان رحمان چی در راه خدا انفاق میکنن اینه نگاه کنید در راه خدا چی انفاق میکنن خدا میگه خوفا و طمعا آیه که چی میآیه آیه رحمت میگه اللهم انی اسالک الجنه آیه عذاب که میآیه آنها میگن اللهم انی نعوذ بک من عذاب جهنم عذاب جهنم پناه طلب میکنن مؤمنای حقیقی در شب که نماز میخوانن برای نگاه کنین عبدالله ابن سلام وصلوا باللیل وصلوا الارحام میگه وصلوا الارحام پیغمبر خدا گفت که وصلوا الارحام یعنی به خشتباراتون رفت آمد داشته باشید حتما به خشتباراتون رفت آمد داشته باشید اقلا با واسطه تلفن یا رفت آمد برای بهترین بشود برای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم عبدالله ابن سلام همین حدیث روایت میکنه این حدیث الکیه یکی از عالمان یهود که عبدالله ابن سلام نام داشت بسیار عالم ممتاز در مدینه بود همین حدیث میگه از پیغمبر شنیدم در روی پیغمبر نگاه کردم مرد نورانی بود بگه در مدینه بازم تا از این پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم این یهودیا یه نصرانی ها لن ترضى عنك اليهود و النصارى حتی تتبع ملت ها میگه خدا ده هرگز از تو راضی نمیشن محمد یهود و نصارا از تو راضی نمیشن تا پیرو ملت آنها نشی
حاضر من دشمنای اسلام پیغمبر ما و شما صلی الله علیه و سلم چی هر چی بخوان همو سیاه میکنن، نه که این از کسی را خدا سفیدش کرده باشه هیچ کس او را سیاه کردنش نمیتونه. رحمی برادران عزیز، عبدالله ابن سلام وقتی که عالم یهود مسلمان شد در مدینه، وقتی مسلمان شد همین حدیث از عبدالله ابن سلام پیغمبر اولین پیامش در مدینه چی بود؟ همین افشوا السلام بود. اطعموا الطعام و صلوا الارحام و صلوا باللیل و ناس نیام تدخلوا الجنة بسلام. این حدیث پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم بیان کردن. و تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقناهم ينفقون. بندگان رحمان در راه خدا میتیان. مال انسان کدوم مالش است که او را در راه خدا میتیان. حضرت عایشه مادر میگه که یک گوسفند کشتن آوردن در خانه من، میگه ماند پیغمبر همش تقسیم کردم، همین یک کیفچه باقی ماندم، همین یک کیفچه باقی ماندم. و میگه پیغمبر خدا آمد گویا عایشه گفت چا کردی گوسفند؟ گویا رسول الله دادمش همش رفت، همین یک کیفچه باقی مانده. و پیغمبر تبسم کرد گفت برعکس است، همون دادگیات باقی میمونه، همون دادگیات باقی میمونه، همون دادگیات باقی میمونه. او گفت او یکی میخرمش به یهودا میره. گفت همین یکی عبدالله ابن جعفر تیار میدونین، جعفر ابن ابی طالب هر کدام شما میشناسین که دو دست در راه خدا در جنگ روم از دست دادن، حتی شهید شدن در راه خدا. حتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم وارد خانه شد، زنش میگه که همین دیدم چهره پیغمبر، گفتم جعفر شهید شده که میگه آمد کودکاش عبدالله را، کودکاش میگه در سری زانوی، میگه شنونو آبهای دیده پیغمبر جاری شد. میگه پیغمبر سری عبدالله را سیله کرد، مالی؟ میگه با اومد و گفتم که یا رسول الله جعفر شهید شد. گفت بله جعفر شهید شد. گفت فریاد زدم زنای مدینه به خانه ما آمدن. گفت جعفر ابن تیار عبدالله سری داشتن که در سخاوت جوانمردی از همه بالا بدن، از همه بالا بدن. میگه یکی من میگه از خودم از همه بالا، میگه در سخاوتمندی جوانمردی از خودم یک غلامی سیاه را میگه یافتم. عبدالله ابن جعفر تیار میگه وقتی میگه یا واردی یک باغ شدم، نگاه کردم که یک غلامی حبشی سیاه در پیشش همه 3 قرص بگیم 3 کلچه مولاش دادگی شد. و گو همین از سگ آمد، همین یک قرص شنیان یک کلچه شد، دویم کلچه شد، سیم کلچه را گفت دادن. و میگه عبدالله ابن جعفر تیار و میگه گفتم چیکار میکنی امروز؟ گوی امروز من گرسنه زندگی میگذرانم، امروز چه زنده میخورم، امروز به خاطر رضای الله همین سگ راه دور میآید. گفت ای عبدالله از راه دور میآید همین سگ. گو با همین خاطرم شکم میره سیر کردم، من امروز گرسنه میمانم. و میگه عبدالله ابن جعفر تیار جویا شدم، رفتم